رسول مقبول صلی الله علیه و آله مهربانی میکنه که کسی که دعوت به عصبیت یعنی به قوم پرستی میکنه و در راه عصبیت جنگ میکنه، در راه قوم پرستی جنگ میکنه و در راه قوم پرستی عصبیت کشته میشه، از ما نیست، از ما نیست، از ما نیست، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهربانی میکنه. امام مسلم این حدیث روایت میکنه. فکر بکنین کسی که در راه قوم پرستی که باطری که پشتون بالا شود، ازبک بالا شود، تاجیک بالا شود، در مقابل از یکدیگر تاخت و تاز میکنن و او کشته میشه، امت من نیست، میگه الله اکبر. از الله بترسین ای دوستا، ای مردم، متوجه باشین که قوم پرست نشین. و رسول الله صلی الله علیه و آله مهربانی میکنن درباره کسی که کمک خواستن از قوم قبیله در ظلم و تجاوز، سبحان الله، با اونا میگفت که یک قسم نکنین، همه چیز را کنار بگذارین، برادرای یک دیگر باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر یک دیگر هستند، بر او ظلم نمیکنه و مسلمان برادر مسلمان به دشمن تسلیم نمیده. امروز ببینین خاص به خاطر کلمه توحید لا اله الا الله میره به دشمن تسلیم میده. این چیزا را ما و شما دیدیم، این چیزا را ما و شما دیدیم. فکر بکنین همین پنجابیای خبیث، همین پنجابی الا ماشاءالله که موحدینش کنار میگذاریم، گرفتن برادرای پشتون ما، برادرای مبارزین ما را در وزیرستان درگیر هر 3 نفر $10,000 با آمریکا فروختن. و همچنین در افغانستان تاجیکایی که پشتونا را گیر کردن فروختن با می آمریکایی‌ها و پشتونایی که تاجیکای موحد گیر کردن فروختن با می آمریکایی‌ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن مسلمان برادر مسلمان است، برای ظلم نمیکنه، او را به دشمن تسلیم نمیکنه. امروز به خاطر لسان مفت رایگان میریم به دشمن تسلیم میکنیم. بگی آمریکا جان وقت ده ایستاده، قربانشم خش راغله دلته ده ایستاده وقت ده خلاص دیدی شر خلاص، دیدی شر خلاص، از شر از ما را خلاص بگی. سبحان الله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه همه ارزش های یک مسلمان که مالش است، آبرویش است، عزتش است، خونش است، بر مسلمان دیگه حرام است. فکر بکنید دوستای گرامی. حتی رسول مقبول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن برای برادر مسلمان روا نیست که تو از 3 شبانه روز با برادرش ترک بکنه. سبحان الله. یعنی باید چی بکنه؟ بهتر کسی است که کسی که خفه است، کسی که خفه است همون باید برم سلام علیکم آغاز بکنه، خیر برادر ببخشید من اشتباه شد، چی شد؟ این حرام است تا 3 روز. الله. بسیار متوجه باشین دوستای گرامی، بسیار باید ما شما مخیر باشیم، بسیار زیاد متوجه باشیم. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه با سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه سرلشکری مسلمان ها، سبحان الله، او را در جنگ فرستاده بودن. در نامه نوشته میکنه عمر بن الخطاب به سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه هر وقتی که میان قوم ها و قبیله ها سبحان الله فتنه ایجاد شود، هر دو گروهی که به طرف جاهلیت صدا را بلند میکنه، به طرف گمراهی، یعنی جاهلیت زمان قدیم که گفته که ما قوم اوس بالاتر از قوم خزرج بالاتر است، بالا میکنه، بفهم که این راز شیطان است، شیطان اینا را گمراه میکنه، پس من گردانایشان از دم شمشیر بیرون بکن، اردوشان میگم تو گردانایشان بزن، همون تو بزن. این امر کرده است تا که به امر الله عزوجل و به امر امیرشان دوباره بر بگردد. سبحان الله. این قول ابن کثیر رحمت الله علیه در البدایه ایرا میاره و تکدید سعد بن ابی وقاص دو قوم با هم درگیر است که من افضل و والاتر هستم، میگه گردن اردوشو با شمشیر بزنی، امر امیر المؤمنین است، اردوش دم جهنم روان که قوم پرسای رذیل و بیدین پس فطرت را اینا نجسترین انسان های کره زمین است. بدبختا که امروز تمام ملت ما را تباه کردن. الله عزوجل اینا را اصلاح بکنه، قابل اصلاح نیست و نابودشان کنه که این چی حالت است.